صحبت از بوده که رها 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 11 میلیون دلار، 4 میلیون دلار. خب ما داریم میبینیمش دیگه. اینا رو برداشته از گوگوش رو. نه اینقدر با هم نداشته. اینا همش غلطی. و برده. نمیگم چیزی نبرده. آخه زندگیشو داریم میبینیم دیگه. خب زندگیشو دیدن با اون چیزی که داره جاهای دیگر رو این مبلغا برنداشته. نه اون مبلغا نیست. نه خیلی کمتر. خیلی کم. فکر نکنم اصلا به 1 میلیون برسه. پس دلیل دلخوری و یه دفعه اینجوری قطع کردن چیه؟ البته خب گوگوش کاراکتر داره. یه دفعه قطع میکنه. خب این ارتباط داره به کارهایی که رها کرد. کارهایی که رها کرد خودشو خراب کرد. یعنی اگه یاد باشه گفتم 3 نفر بودن: بابک، ندا، رها. ندا زن بابک بود ولی با رها ارتباط داشت. اوکی. شخصی احساسی اوکی. سو به خاطر همه چی یهو خراب شد. بخوام گوشم خب به رها مچشون گرفته شد. او پس مسئله مالی نبوده، مسئله احساسی بود. اول از مسئله احساسی شروع شد، بعد دیدن چه خبره، چقدر پول دارن. دوران کودکی من همچین دوران کودکی خوبی نبوده، برعکس چیزی که همه فکر میکنن. من تو رفاه بزرگ شدم، تو آسایش و پول بزرگ شدم. نه، 1 سال منو فرستادن سوئیس. چه سنی؟ 9 سالم. بعد انقلاب شد. هیچ کی دیگه جواب تلفن مدرسه ما رو نمیداد. نه مادرم نه پدرم هم که زندان بود اون موقع. که وقتی رفتم ایران مادرم شوهر داشت، شوهرش از من خوشش نمیومد، نمیخواست من دور و بر باشم. پدرم هم که زندان بود، همایون مصداق. که چند سالی رو دربدری کشیدم. من حتی به مدت 3-4 ماهی خونه پدر مادرش رو شهرام. بعدش گهگداری به مدت کوتاهی تونستم برم خونه مادرم که بعدش دوباره شوهرش ما رو بیرون کرد. چرا؟ یه شب خواب بودم طرفای 4-4:30 صبح میبینم یکی با لغت میزنه تو دنده منو از خواب بیدار که پاشو باید چیزاتو جمع کنی یعنی خونه بری بیرون. چیکار کردم؟ بهت گفته بودم دستشویی رو استفاده نکن. پیام نوشته بود من اشتباهی استفاده کردم. فرق نمیکنه، جمع کنیم بریم. کجا رفتی؟ بالا 2 شبشو که تو خیابون خوابیدم. واقعا؟ بله. موقعی که من به پدر یا مادر احتیاج داشتم هیچ کدوم نبود. ببین من تا حالا یک دفعه نشده با پدر یا مادرم یه سینما برم. Goodbye.